چون بیا رفاقت کن، بیا آدم باش. تو رفاقت کن، من دارم میگم جلوی اونایی که فوش دادی بیا بگو ما با هم رفیقیم. حالا بیا بس سناریو یه جور دیگه بچینیم، اینجوری هم نباشه که مثلا چجوری ما رو مفری کنی بگی بگو خوری افتادی. چجوری بچینیم؟ من آدم مفری نیستم. مردی که سناریو بنویس به گوخوری افتادی. بچه میگه مسلط آمیز. حالا شب بچه بقیه‌شو تو شب تو لایو. خیلی سلام اول به همگی. خیلی این نمایشه، یعنی فیک خالص این آدم. آدرسی که دادی اشتباهه. گوگل مپ داریم هم رید، خیابون خوان چاماهو اصلا وجود نداره. اسم یه خواننده رو داری بهم میگی، اسم شاعر اسپانیایی رو داری بهم میگی. آخه بچه زشته 4 نفر اروپا که رفته باشن پلاک اون ماشین رو راحت میتونن استعلام بگیرن. اصلا اون ماشین مال تو نیست. تو مثل این کلیا یه هفته این خونه به اون خونه هی داری زندگی میکنی، هیچی از خودت نداری. تو دوچرخه به نامت نمیکنن اونجا. ماشین خریدی اینجا ریخته دیدی از استرس زیاده، میدونی، به خاطر اینکه نداری لاپات نداری، خب گوه زیادی هم میخوری. ما میرسیم به هم دیگه. قرار دعوا رو که توی اتوبان نمیذارن، قرار دعوا رو تو خیابون نمیذارن، تو بیابون میذارن، میدونی. هیچ جوره نمیخوری، نه قدمتی میخوری به من، نه تیمی میخوری به من، هیچ جوره نمیخوری به من، نه تک به تک میخوری به من. میگیرمت همین امروز فردا. بچه من لایو دیشبمو پاک کردم به یه دلیل، چون وقتی داشتم راجع به اون پلشته به درد نخور حرف میزدم ناخواسته چند تا صحبت ناموسی کردم، از خانم ایشون صحبت کردم که نباید میکردم، 4 تا حرف الکی زدم راجع به خانم ایشون و این کار درست نبود. الان خودم انقدر مردم قبول دارم، از خانم ایشون من معذرت خواهی میکنم، نه من ایشون رو میشناسم، حرفایی که راجع به خانم ایشون زدم هیچ کدومش درست نبود، ولی هر حرفی راجع به خود به درد نخوری زدم همش درست بود. چیزی نداره از خودش، این چیزی نداره از خودش. من اگه روی خوش به این آدم دارم نشون میدم میخوام بگیرمش. من تو تلم واسه این آدم، میدونی، دارم دون میپاشم. حالا داره یاغیگری میکنه، بکن آقا، هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. حرف منم این بود. اگر هم داره وایسا رو منو پخش میکنه، وایسای امروز منه. خب داشتم میگفتم آقا بیا رفاقت کن، بیا ببینمت من تو رو، تو بعد اونجا بهت بگم چه خبره، تو بعد اونجا بهت بگم دنیا دست کیه. بیناموسی که هیچ بویی از هیچی نبردی. یه ایران از دست شاکی هن. یه ایران تو بابات منکر تو میشه. ببین تو چه موجودی هستی. خیلی ها بگه باباش برگرده بگه آقا اصلا این پسر نطفه من نیست. خیلی ها خدا بر کسی نیره. همشون ببین همشون، یعنی یه مشت بچه ساله، چجوری بگم آخه، نمیدونم چه صفتی واسه اینا به کار ببرم. نمیدونن دنیا دست کیه. میدونی مشکل اینجاست، نمیدونن دنیا دست کیه. ادب نشدن درست، چک نخوردن درست، پسی نخوردن درست. این اون موقع چی، این تبعاتشه. الان اگر بابا ننه بالا سرشون بود اینا، میدونی چه دارم بهت میگم، الان اینجوری نبود. یه ایران از دست این بچه شاکیه. من حالا اینو بگیرمش درست برگشته میگه آقا میری به تو. آقا میری اصلا تو رو آدم حساب میکنه به تو زنگ بزنه. کی تو رو آدم حساب میکنه؟ کی اصلا واسه تو ارزش قائل زنگ به تو بزنه؟ منم اگه زنگ زدم به این، تو زنگ زدی به منم اگه روی خوش دارم بهت نشون میدم میخوام بگیرمت و میگیرمت. خودت میدونی. ما این بابا زنگ زد، بچه ها یعنی انترمنترهای دورش زنگ زدن به ما و خیلی جالبه آماری که میخواستن بکشن بیارن سر من به بچه های خود ما زنگ زدن. خیلی جالبه که بعد همون شد که عذرخواهی شد قضیه. باز این بچه داره ادامه میده. گفتم ببین من هر جا بری
کف مادریدی الان، یه لوکیشن به من بده. آقا من که اصلا الان اونور آب نمیتونم، دستم بهت نمیرسه که، ولی تو لوکیشن رو به من بده، اون موقع متوجه میشی چه خبره. اولا اسم آقا میری رو نبر تو، خب دهنتو باید آب بکشی تو حیوان. تو چی داری از خودت؟ چرا بقیه رو قاطی این حاشیه میکنی؟ آقا میری شما تو خوابت هم نمیبینی یارو اصلا فکر بهت بکنه، زنگ به تو بزنه؟ جالبه. آره خلاصه خیلی خنده داره. میدونی اینا با این داستانا و حاشیه ها بالا اومدن و عادت کردن و فکر میکنن الان همه اون آدمای کف اینستاگرامن، همه همونان، همه رو همون روال دارن زندگی میکنن، همه رو به یه دید میبینن. خب این که نشد که. این سری بدجا گیر کردی، این سری بدجا گیر کردی. ما ادعایی نداریم، ما هیچی نداریم، ما نمیگیم چیزی داریم. خب ما نشون میدیم ما اهل این بازی ها نیستیم که مثلا که چیه مثلا تش بیا 4 تا حرف بزنی، 4 تا ادعای دروغ بکنی. من امروز هم داشتم با این بچه صحبت میکردم، هی داشتم نرمش میکردم، گفتم ببین قضیه رو پشت تلفن و پشت اینستاگرام و ادعاهایی که با بقیه اومدی و نیا اینجا، ولش کن، سر و تش به تو نمیخوره، بیا بیرون از این لاکت. علی کو گوشش نبا دیگه. حالا مجبور کرد منم الان بیام این حرفا رو بزنم. به هر حال هر ادعایی که داره میکنه این آدم دروغه. بالاخره شما با آدم بی‌ناموس وقتی ناموس داری نمیتونی بی‌ناموسی کنی که، میدونی، برای اینکه اون فش میده. خلاصه گفت آقا من میرم استوری، چه میدونم آدرس ماشینم و آدرس ویلام و آدرس فلانم و میذارم و فلان. گفتم بابا نمیخواد، همین جوری که داری با من صحبت میکنی اون لوکیشن رو بفرست ببینیم چه خبره. آقا دو حالت داره، یا تو زورت به ما میرسه یا من زورم به تو میرسه دیگه. چرا حالا مردم رو قاطی باستان میکنی؟ تشم هر کی هر کاری کرد، اگر تو بردی بیا فیلم بگیر بذار پخش کن، اون موقع صدای ما هم در نمیاد. نه آخه آدم نیست. ببین بس سر اینه که بی‌ناموسه. یه آدم بی‌ناموس وقتی میگیره رود، وقتی میخواد کلید کنه رو ناموست، خب یعنی چی؟ یعنی میخواد فوش ناموسی بده. تو تنها کاری که میتونی بکنی اینی که بگی آقا داداش ولش کن، بذار به هم بخوریم، بذار به هم بخوریم، بعد تو هر چی خواستی بگو. خب دیگه میدونی یه ایران الان دارن به این آدم میخندن. تو میخوای افشاگری کنی؟ تو اصلا چی داری که افشاگری کنی؟ تو چی داری که افشاگری کنی؟ من ولی 1001 چیز از تو دارم، نمیگمم الان. من چون این راهش نیست، این رسمش نیست، ما به هم میخوریم، اون موقع بد قور میشی. واقعا من لااقل از ببین مردم ایران این توقع رو دارم که پیج اینو ببندن. نه حالا چون سر منه ها، به خاطر کاراش، به خاطر حرفایی که داره میزنه، به خاطر اینکه به این میپره به اون میپره. اصلا یه آدم لاابالیه، یاقیه که اصلا نه خونواده داره نه پدری بالا سرش بوده. میدونی تا این زرا رو میزنن دیگه، یه سری زر کنتور که نمیندازه تا ما بخوریم به اینا مشکلشون اینه که چرا حسین اومده گفته که دزدید. خب دزدید میدونی، ارباباتونم دزدن. میدونی من تا آخرین زورم رو میذارم و دست همه تون رو میکنن. من اتفاق اصلا هرس نمیخورم، بس اشتباه اینا هم اینه الان دارن اینجوری برخورد میکنن ولی یه قدم عقب‌ترن. مشکل اینجاست، یه قدم عقب‌ترن. حالا اتفاق دیگه میفته، میبینیم چی میشه تش.
نه الان از این شاکی هن. چرا اومدی به ما گفتی دزد؟ خب دزدی دیگه. بیا من بعدش یه سری چیزا میذارم تو همین استوری، ملت ببینن اون موقع من اشتباه دارم میگم دزده یا نه. این آقا هم الان حالا من یه سری چیزا که از سایت خودشه، یعنی زده اون بالا آرم سایت خودشو زده و فلان و بیسار اینا و حساباشو، اینا رو من میخوام همه رو بذارم در اختیار مردم. اصلا جایی ندارن اینا، میدونی. زنگ زده بود به من میگفت زنگ بزن بگو ما با هم مشکلی نداریم، یعنی برو استوری بذار بگو سوء تفاهم بوده که حرف برده. بابا جمعش کن، یه چیزی شروع میشه دنده عقبی دیگه نیست. میدونی چی دارم بهت میگم؟ یه چیزی شروع میشه تمام داستان. منم از این ور میزنم تو بگو مشکلی نداری، منم از اون ور میزنم این سلطان فلان بیسار. جمعش کن، من نیازی ندارم به تعریف تو. بدبخت یه ایران دو رو ببین به اسم چی میشناسن، منو به اسم چی میشناسن. آخه دیگه اینا که دیگه اصلا گفتنی، لازم به گفتن نیست، لازم به بیان کردن نیست. بعد حرف از یه کرکترهایی میزنه که اصلا حاشیه ساز میخواد بشه واسه یه سری آدم. بنده خدا اون آدما روحشون هم خبردار نداره، میدونی، روحشون هم خبر نداره این قضیه. بعد من اسمشون میاره خودشو گنده جلوه میده، اصلا نمیفهمم به قرآن. زنگ زده پرونده قتل دارم من، میدونی من پرونده قتل دارم. گفتم کیو زدی؟ خب نه اینو من بهش میرسم، اینو من خواهم بهش رسید و درست درس ادبی بهش میدم که دیگه ادعای دروغ نکنه. خب این بی‌ناموس ببین چیزی برای دست دادن نداره. و من ازتون خواهش میکنم مردم، نسبت وقتی یکی بلند میشه بر علیه اینا و میاد به قول معروف این کثافتکاریاشونو میخواد رو کنه، خب اصلا من کاری به هیچی ندارم. یکم هم شماها تکون بدید خودتونو، یکم هم این شماها فعال باشید روی این قضیه. پیجش رو ریپورت کنید، حالا هر کاری که میکنید تا جایی که دستتون میاد. منم بقیه داستانو من خودم اینجا پشت این گوشی حل میکنم. ولی این آدم فوق‌العاده بی‌ناموسه، یعنی براش مهم نیست پدر مادر. میدونی کسی که پدر مادر براش مهم نباشه، تو چه حرفی داری با این آدم برا گفتن جز این که ادبش کنی؟ زورت میرسه ادبش کن، نمیرسه اصلا نباید همکلام بشی با این یارو. میدونی ادعاهای چرت و پرت و اینا کار دستش میده. یه روز مشکلشون هم اینه آقا، ما گفتیم به اینا دزد کردید، لااقل اینقدر داشته باشید بیاد بگید آره کردیم، دیگه نمی کنیم. چیز زیادی که نیستش که. نه ببین یه لحظه ببخشید، یه لحظه. عاشق خاله زنک بازی و فارسیوانن اینا، اینجور آدما. یعنی خوراکشه فارسیوان را بندازه و این داستانا رو پیش ببره جلو مردم. الان هم هیچی نداره، نشسته داره داستان تعریف میکنه. هر وایسی هم که داره از من پخش میکنه، من اومدم این آدم رو نرمش کنم. گفتم ببین اوکی اینجوری میخوای بگی. آخرش هم گفت به قرآن، گفت برگشت گفتش که آقا بیا لایو بده، یه دونه استوری بذار که ما مشکلی نداریم. منم اینور اصلا نه وایساتو پخش میکنم. ببین برو وایسامو پخش کن، من تو رو میگیرمت. پس اگر ریگی به کفش من بود، یعنی واقعا اگر این داستانایی که داشت میگفت واقعی بود، خب من 100% میگفتم اوکی باشه آقا بیا با هم دیگه. یا مثلا اگر سر من یه آدمی بودم که میگفتم نه آقا
راه نداره. حرف زدم، اشتباه کردم زدم، شما دزد نیستی. دزدی کردی که دارم بهت میگم دزدی کردین که دارم میگم دزدین. الانم شاکی شدین از این که نه من نمیذارم این سری، لااقل من نمیذارم. میدونی لااقل من نمیذارم، در حد خودم، در حد توانم. آره دیگه، داشتم در مورد همین قضیه صحبت میکردم با یه آدم بی‌ناموس. شما میای کنار، میای در حد توانت که آقا بیار بیرون از پشت این گوشی، قضیه رو بیار بیرون. آدرس به من داده بود، خدا شاهده، ساعت 6 صبح کف اتوبان تهران. اون داداش من الان پاشم بیام اونجا، خب زشته یه ایل آدم و انترمنتر تو بکنم که چی اونجا بیام نباشی. یه آدرس درست بده، یه رسم درست بده بابا. مثلا تو اونجا تو اون خاک خبرت پرونده قتل داشتی، یه آدرس درست بده، یه چیز درست بده که من بیام پذیرایی کنم ازت، تو از ما پذیرایی کنی. ولی منتها این آدم آخه مال این حرفا نیست، مال این داستانا نیست. میدونی یه آدم خال زنک بی خود توهمی عشق شهرته، خب که هیچی براش مهم نیست، هیچی. به بد کسی خوردی. همینجا هم دارم بهت میگم، من دیگه این قضیه رو نمیام اینجا صحبت بکنم. من صحبتامو کردم، مردمم بودن، صحبتای تو رو هم شنیدن. وایسایی هم که من پخش کرده گفتم با یه آدمی که فوش ناموس میده، اولش ممکنه داغشی، درگیرشی، فوش بش بدی، ولی میدونی فرقش کجاست؟ فرقش اینه که شب میشه اون راحت کلشو میذاره میخوابه، تو یه چیزی این خوره افتاده توت که چرا این به من فوش ناموس داده. این فرقشه. خب اذیت روحی میشی. بنابراین باش نرم باید برخورد کنی تا ببینیش، تا دستت بهش برسه. اون موقعی که دستت بهش رسید دیگه حالا هر کی یه جور عکس العمل نشون میده. یه بنده خدایی یه تیتری زده بود درد پول، بعد ما رو گذاشته بود بغل اسم اینا. نه اتفاقا من اصلا درد پول نیست ماجرام، اصلا که آقا مردم اونجا نرید اونجا برید، اینجا نرید اینجا بیاید مثلا، ابدا. بحث من ماهیت این قضیه است که آقا اینا چرا دزدی کردن. خب کسی که دزدی میکنه لااقل میره تو لاک خودش، آسته میره آسته میاد دیگه، پیداش نمیشه. نه اینکه بیاد فیلم بگیره، ویدیو بگیره، از خودش بذاره تو اینستاگرام پررونم. میدونی چه دارم بهت میگم؟ اینا باورتون نمیشه یه جوری منو فالو میکردن و پرزنت میکردن که آقا بیا تو سک و سیستم ما. گفتم نمیام. چی میخواین شما از جون من؟ نمیام. کجای داستانید؟ تازه اون هیچی، دستتون رو تا آخرین زورم وایسادم و رو میکنم. اول مدرک ها رو میکنم. تمام کسانی که ببین مدرک اون میدونی چیه؟ 4 تا وایس من گفتم در مورد بیناموسیش صحبت کردم، یه بار تو لایو هم هست دیگه، با 100 دفعه نمیگم تازه اگر اومدی. آره ببین عذرخواهی میدونیم چیه؟ وقتی میبینی داره یارو فوش ناموس میده، خب میگی آقا اوکی داداش من اصلا ازت معذرت میخوام، فوش ناموس نده، چون تو بی‌ناموسی، چون تو پشت تلفن فقط شاخی، فوش ناموس داری میدی. میگه آقا من ازت معذرت میخوام، این فوشو نده که من شب خوابم نبره تا برسیم به هم. چه جوری باید با یه آدم بی‌ناموس جدی برخورد کرد؟ میدونی از اول وایساکاش بذاره. میدونی چه جوری باید با یه آدم بی‌ناموس برخورد کرد؟ من که مثل این بلد نیستم صدا ضبط کنم. اتفاقا خوب معلوم شد چی کار است این وسط. بابا کسی که
کار بلده جمع کنه که این اداها رو در نمیاد. بابا هممون دیدیم دیگه، کلاتون رو قاضی کنید. اینا رو که دیگه من بعد یه عمر نباید بگم. من گفتم نمیدونم اینا از کجا سبز شدن، اشتباه ما هاست، پاشم داریم میخوریم، مشکلی نداره. یاد گرفتن اینا لمشو. بد جایی دست گذاشتی، بد جایی دست گذاشتید. شما فکر کردید همه انترمنترهای کف اینستاگرام هم؟ نه دیگه. بحث یه سری آدم رو میکنه که اسمشون رو تریلی نمیکشه. خیلی خنده داره واقعا. امیدوارم اینو زودتر بزنید، پیجشو بیارید پایین، این داستان رو از این آدم بگیرین و یه بارم ما نشون بدیم آقا این قضیه رو که اتفاقا کسایی که باید حذف بشن اینان. میدونی من متاسفم، واقعا متاسفم اصلا واسه این فضای اینستاگرام که اجازه داده یه همچین آدمایی بتونن 4 نفر صداشونو بشنون و تیکه آبی بگیرن. آخه تو چی کاره ای؟ نمیدونم، هیچی دنیا سر جاش نیست که این باشه دیگه. میدونی خیلی خنده داره، واقعا خنده داره این قضیه، واقعا خنده داره این قضیه. حالا میگم من برای این آدم دارم، به موقعش به هم میخوریم، به موقعش به وقتش به هم میرسیم. من نه بی احترامی میکنم به ناموس کسی اینجا، نه فحش میدم. ما به این بابا میرسیم و الان وضعیت جوری شده این بابا رو هر کی ادب بکنه دعای یه ایران میفته پشت سرش. میدونی گذشته دیگه از اون قضیه. تو و امثال تو خلاصه یه سری ابهامات هست. من میگم بازم مشکل اینا، مگه من نمیتونستم راحت بشینم زندگیمو بکنم اصلا با این بچه کم سن و سالای بی ادب هم کلام نشم؟ چرا؟ خیلی راحت، مثل خیلی از بچه های هنرمندی که تو زیر زمین دارن کار میکنن و الان دهناشون بسته است، هیچی نمیگن. خب منافعه، میدونی بحث منافعه، بحث سر نونیه که در میاد اون وسط. حالا دزدی داره اون وسط، دزدی در میاد، مشکلی نیست. منم میتونستم ولی نکردم. چرا؟ چون با اسمم بازی شده. من برای اسمم ارزش قائلم. پس بدونید هر جایی که اسم منو بخواد خراب کنه، من اونجا حاضرم و جوابگوام. سر فیتم هم با اون آقا زنگ زدم، عذرخواهیمو کردم، عین حقیقتم گفتم. این مفریا رو ما کاری نداره، یعنی رو ما کاربردی نداره. این خودش بچه پناه. حتی ببین من برای همه پناهنده ها ارزش قائلم. به هر حال به یه نقطه‌ای رسیدن که این تصمیم رو گرفتن، این موقع سوء تفاهم نشه. ولی این خودش فراریه. برای چی فراریه؟ به قول خودش پرونده قتل داره ایران. یکی رو با چاقو زدن، این که نزده، رفیقاش زدن، حالا یا این یا رفیقاش مفری کردن، با چاقو زدن تو گردنش، کشتنش. داره راست میچرخه. میدونی خب این عدالته یه جا باید اجرا شه. نمیشه که. بعد تازه این که تو کیسه فریزر گفتم جا میشه،
من زندگی معلومه، زندگی خونوادم معلومه، همه چی من. تویی که نامعلوم الحالی. بنابراین وصلها به من نمیچسبه. 4 تا وایسی هم اگه من به تو دادم صرفا سر اینکه آدم بیناموسی هستی، الان هم دارم بهت میگم، سری دست میذاری رو یه سری چیزایی که نباید بذاری. پس بنابراین با آدم بیناموس آدم یا نباید همکلام بشه، کسی که ناموس داره، یا باید نرمش کنه تا برسه بهش. ما موفق نبودیم ولی میرسیم بهت. چون بیا رفاقت کن، بیا آدم باش. تو رفاقت کن، من دارم میگم جلوی اونایی که فوش دادی بیا بگو ما با هم رفیقیم. حالا بیا بس سناریو یه جور دیگه بچینیم، اینجوری هم نباشه که مثلا چجوری بچینیم؟